من وارد صفحه بعدی شدم بعد از تکمیل پازل و حالا کدی برای من SMS شده که اون رو اینجا وارد میکنم. ورود رو میزنم. برای من پیامی در مورد اینکه احراز هویت باید انجام بدم توی سایت میاد. دکمه شروع احراز هویت رو میزنم. وارد صفحه احراز هویت میشم. دو مدل احراز هویت مقدماتی و پیشرفته داریم که پایین احراز هویت مقدماتی نوشته شده شروع کنید. دکمه شروع کنید رو میزنم. از من نام و نام خانوادگی میخواد. وارد میکنم. تاریخ تولدم رو وارد میکنم. سالم و ماهم رو دونه دونه جدا جدا انتخاب میکنم. یک ایمیل اینجا وارد میکنم. درخواست کد رو میزنم و وارد ایمیلم میشم. دقت کنید که بعد از اینکه وارد ایمیل شدید حتما اول پوشه اینباکس رو چک کنید. اگر ایمیلی که از داریک اومده داخل اینباکس نبود حتما پوشه اسپم رو هم چک بفرمایید. من اینجا تایمم تموم شد و مجبورم که ارسال مجدد رو بزنم. دوباره ایمیلم دارم توی گوشی چک میکنم. خب کد اومد و من باید وارد این قسمت بکنمش. ورود رو میزنم. این تیک سبز رنگ اومد کنار ایمیل من. شماره موبایلم همون تیک سبز رنگ رو داره. حالا کد ملی رو باید وارد کنم. و در آخر ثبت اطلاعات شخصی. اطلاعاتم برام یه بار اینجا میاد، چکشون میکنم، تایید و ارسال.